پشت صحنه آپدیت مارس 2025 گوگل چه خبره؟ کدوم سایت ها پرواز کردن و کدوم سایت ها سقوط کردن؟ هدف واقعی گوگل از این آپدیت چیه؟ و مهمتر از همه چطوری میتونیم سایتمون رو نجات بدیم؟ تو این ویدیو همه این نکات رو با تحلیل دقیق از آخرین مقالات و منابع بهت میگم. اگه برات مهمه تو سئو از بقیه رقبا عقب نمونی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مریم عیدی هستم. تو کانالم قصد دارم محتواهای بروز در مورد سئو براتون بذارم. پس اگه براتون بروز بودن تو حوزه سئو خیلی مهمه، حتما کانال منو سابسکرایب کنید. زمان دقیق آپدیت مارس 2025 از 13 مارس شروع شد و تا 27 مارس ادامه داشت که به تاریخ شمسی میشه از همون 23 اسفند ماه تا 7 فروردین. به خاطر اینکه هر ساله تو تعطیلات عید و نزدیک اون میزان سرچ کم میشه، شاید تعدادی از کسب و کارها فکر میکردن که علت افت سایتشون به خاطر همین تعطیلات عید باشه، اما زمان که گذشت مشخص شد نه، یک سری از سایت ها واقعا از آپدیت مارس 2025 ضربه شدیدی خوردن و بعضی از سایت ها هم رشد خوبی رو تجربه کردن. گوگل میگه هدفش از این آپدیت جریمه نیستش، در حقیقت میخواد محتوای با کیفیت و مفید رو به کاربران نشون بده. اما آمارها از طرف دیگه نشون میدن بعضی از سایت ها تا 90% افت ترافیک رو تجربه کردن و بیشترین نوسان هم از 15 تا 21 مارس بود. نکته بعدی هم این که گوگل میگه محتوایی که نوشته شده واقعا برای انسان نوشته شده یا اینکه نه، سایت ها اومدن با یک سری اصولی میخوان در واقع فقط به الگوریتم گوگل نشون بدن که مفید هستن و برای کاربرا اصلا هیچ فایده ای نداشته این محتوا. میخوایم بریم سراغ یکی از مقاله هایی که در واقع اومده به روزرسانی مارس 2025 رو با به روزرسانی قبلی مقایسه کرده. توی این مقاله دیتاهای خوبی میتونیم ببینیم از مقایسه آمارهایی که هستش و حالا مواردی که کم کم بهش میرسیم. آپدیت مارس 2025 حدود 2 هفته بود که حدوداً 1 هفته بیشتر از آپدیت دسامبر 2024 گزارش شده. سمروش گزارش میکنه که نوساناتی که توی آپدیت مارس 2025 مشاهده شده مشابه در واقع نوسانهایی هستش که تو آپدیت دسامبر 2024 بود. تو این نمودار شما میتونین ببینین نوسان حوزه های مختلف، مثلا مسافرتی، سایت هایی که تو حوزه مسافرت هستن، سایت های گردشگری، سایت هایی که خبری هستن یا سایت های حوزه های دیگه توی آپدیت مارس 2025 با دسامبر 2024 نوسانشون به چه صورت بوده. در واقع این ستون های زرد رنگ نوسانات رو توی دسامبر نشون میدن و بنفش رنگ هم مربوط به نوسان مارس 2025 هستش. نمودار بعدی مربوط هستش به مقایسه تغییر رتبه که به چه صورت بوده توی مارس 2025، به چه صورت بوده توی آپدیت دسامبر، به چه صورت بوده و تو حوزه های مختلف اینها رو در واقع بر اساس تغییر رتبه رنکی که داشتن مقایسه کرده. اگه دقت کنیم به این نمودار میبینیم که حوزه‌ای که بیشترین نوسان رو داشته در مقایسه با بقیه حوزه ها، یعنی توی مارس 2025 در واقع تحت تاثیر بیشتری قرار گرفته نسبت به آپدیت قبلی، حوزه سلامتی هستش که خیلی مهمه. سیمیلار وب هم گزارش میده که افزایش نوسانات با بروزرسانی مارس کمتر شده. نمودارهای بعدی هم میبینیم که در واقع همین اختلاف نوسانی که میگن این دوتا آپدیت کمتر هستش در حالت کلی کمتر هستش، میزان اختلافشون رو میتونین توی این نمودارها ببینین. حالا تو نمودار بعدی از سیمیلار وب میبینیم که کدوم رتبه ها نوسانشون بیشتر بوده، کدوم رتبه ها نوسانشون توی این آپدیت جدید کمتر بوده یا حتی این دوتا با هم دیگه مقایسه بشن دیگه، یعنی آپدیت مارس با آپدیت دسامبر. این دیتا ها نمودارها نشون میدن
اختلاف نوسان سایت هایی که تو رتبه 1 تا 3 بودن خیلی کم هستش، یعنی اینها ثبات بیشتری داشتن. سایت هایی که تو رتبه 4 و 5 بودن نوسانشون بیشتر بوده در مقایسه با اون رتبه هایی که بهتر بوده، یعنی 1 تا 3 بوده. من اطلاعات این نمودار بعدی رو به صورت جدول جمع‌بندی کردم که اینجا با هم می‌بینیم. تو حوزه سلامت نوسانات مارس خیلی بیشتر بوده در مقایسه با نوسانات دسامبر، یعنی در حالت آپدیت دسامبر به صورت متوسط بوده، ولی خب توی مارس این حوزه سلامتی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. تو حوزه فاینانس هم بیشترین نوسان مربوط به مارس هستش. البته نوسانات دسامبر هم روی حوزه فاینانس بالا بوده و تغییر شدیدی هم توی رتبه های 1 تا 5 برای این حوزه دیده شده. تو حوزه مسافرتی گردشگری هم نوسان پایینی تو جایگاه هایی که بین 1 تا 3 بودن مشاهده شده تو نوسان مارس. تو آپدیت دسامبر هم متوسط بوده. میشه به این صورت تحلیل کرد که تو حوزه گردشگری الگوریتم گوگل نسبتاً به ثبات رسیده. گروه دیگه هم که تقسیم بندی شده سایت های فروشگاهی هستن که نوسانات مارس و دسامبر برای اینها متوسط بوده. کدوم سایت ها بیشترین آسیب رو از آپدیت مارس 2025 دیدن؟ اون سایت هایی که محتوای همینجوری نوشتن، یعنی اومدن از یه جای دیگه کپی کردن و روی سایتشون آپلود کردن، یا سایت هایی که یو ایکسشون خیلی ضعیف بوده که اصلا مخاطب رو اذیت میکرده یا پر از تبلیغات بوده. این تبلیغات میتونه تاثیر منفی داشته باشه. من خودم به شخصه وقتی که وارد سایت میشم میخوام یک مطلبی یا یک محصولی رو ببینم و هی تبلیغات پشت سر هم میاد، در واقع حس منفی میگیرم و چون کلافم میکنه سریعا از اون سایت بک میکنم. این حالت دقیقاً برای کاربرا هم میتونه اتفاق بیفته. سایت هایی که بدون نویسنده یا برند مشخص هستن، این موضوع تو این آپدیت جدید خیلی خیلی مهم شده. تو اسلاید های بعدی هم میبینین که به چه صورت میشه در واقع این موضوع رو حلش کرد و چقدر این موضوع برای گوگل اهمیت پیدا کرده. مورد بعدی محتواهای بیکیفیت تولید شده با AI یا کپی بدون نظارت انسانی هستش. اگه دقت کنیم میبینیم که گوگل نمیگه هر محتوایی که AI تولید کرده، در حقیقت میگه محتوایی که بیکیفیت هست با AI تولید شده، یا اینکه اصلا شخصی که اون رو در داخل سایت گذاشته خودش روی اون محتوا نظارتی نداشته. حالا میرسیم به قسمت جذاب ماجرا، اینکه بعد آپدیت 2025 کدوم سایت ها رشد خوبی رو تجربه کردن؟ اون سایت هایی که محتواشون نویسنده یا متخصص واقعی داشت. یعنی اگه تو حوزه پزشکی بود، یه پزشک در موردش صحبت کرده بود. اگه تو حوزه الکترونیک بود، یه کسی محتوا رو نوشته بود که خودش توی اون حوزه تخصص داره. محتوای عمقی، تحقیق محور با تجربه واقعی، محتواهایی که عمیق هستند و با دقت و جزئیات اومدن به کاربر جواب دادن، قطعا مخاطب علاقه بیشتری به اون محتواها داره، زمان بیشتری رو روی خوندن اون محتوا میذاره و مخصوصا این که شخصی که اون محتوا رو نوشته خودش تجربه واقعی داشته باشه. این موضوع خیلی خیلی مهم هست. موضوع بعدی برندینگ قوی هستش، اینکه مردم به اون سایت اعتماد داشته باشن، به محتوایی که داخل اون سایت بارگذاری میشه مردم اعتماد دارن، چون اون برنده به حدی قوی کار کرده، به حدی محتواهای کاربردی و دقیق گذاشته که کاربرا دیگه بهش اعتماد دارن. این سایت ها رو قطعا گوگل بالا میبره. و سایت هایی که یو ایکس خوب دارن، سرعت لود بالا دارن، ریسپانسیوشون خیلی خوبه. البته این ویژگی ها خب توی سئو خیلی مطرح هست، این که سایت یو ایکس خوب داشته باشه، سرعت لود بالا داشته باشه. اینها از اصول تکنیکال مهم تو بحث سئو هستش. ولی اون موضوعی که توی این اسلاید خیلی مهم هستش اینه که بحث محتوا بهش خیلی توجه بشه.
بحث محتوا مثل آپدیت های قبلی که در واقع به بحث محتوا اهمیت زیادی میدادن، این آپدیت هم روی محتوا تمرکز ویژه‌ای کرده. پس در حالت کلی اگه بخوایم شاخصهای گوگل رو توی آپدیت 2025 جمع‌بندی کنیم، شامل EEAT که یه شاخص یه فاکتوری اضافه شده در مقایسه با EAT که مفصل در موردش صحبت میکنیم، سیگنال های تجربه و تعامل کاربر مثل دوئل تایم هستش، CTR هستش، ساختار UX سایت به چه صورت هست، آیا به شکلی طراحی شده که به کاربر کمک میکنه یا نه، کرو وایتاز سایت به چه صورتیه. نکته مهم هویت نویسنده، این که نویسنده‌ای که این محتوا رو نوشته کیه، شخصیتش کیه، آیا شبکه‌های اجتماعی داره، کاربر میتونه بهش اعتماد کنه یا نه. و در نهایت محتوای مفید و اورجینال، محتوایی که به کاربر جواب بده. کاربری که به دنبال یه سوال هست، به قول معروف میگن توی محتوا آب نبندین. به خاطر اینکه موضوع EEAT توی آپدیت جدید خیلی اهمیت پیدا کرده، رفتیم سراغ یکی از مقالات ماست که یک مقاله بروزی هستش و توی مارس 2025 در واقع بروز رسانی شده. در مورد معنی EEAT، شاخص هایی که داره این مقاله توضیح داده و میگه که از آگوست 2018 شروع شده اهمیت این موضوع و همچنان داره ادامه پیدا میکنه. گوگل میگه این موضوع برای سایت هایی که در حوزه سلامتی هستن، امور مالی هستن و یا سایر موضوعاتی که خیلی مهم هستن تاثیرش بیشتره. چند تا دلیل وجود داره برای اینکه چرا EEAT برای SEO خیلی مهم شده. یکی این که الگوریتم‌های گوگل میان بررسی میکنن آیا محتوایی که سایت منتشر کرده با اصول EEAT مطابقت داره یا نه، کیفیت خوبی داره، قابل اعتماد هست، بر اساس تجربه نوشته شده. اگه بر اساس این موارد باشه بهش رتبه بالایی میده. وقتی که کاربر وارد صفحه‌ای میشه که توی اون صفحه نویسنده بر اساس تجربه و تخصصش اومده محتوا نوشته، به اون سوالات و دغدغه‌های کاربر جواب داده، در نتیجه کاربر توی اون صفحه زمان زیادی رو میذاره تا از اون محتوا استفاده کنه و اینجوری تعامل کاربر بالا میره و سیگنال مثبتی به گوگل و الگوریتماش در واقع منتقل میشه که این سایت به درد بخوری هست. تخصص، اگه مدرک داریم، اگه سابقه داریم، تجربه کاربری مرتبط با محتوایی که نوشتیم رو داریم، خیلی ارزشمنده که ما بیایم قسمت پایین مقالات بخش پروفایل نویسنده رو بذاریم تا کاربری که میاد میخونه بتونه اعتماد کنه. تو قسمت قابل اعتماد بودن موضوعی که هستش، عواملی که تاثیر میذارن روی این فاکتور اینه که آیا اطلاعات تماسی که دادیم به کاربر رو درسته؟ کاربر میتونه با شما تماس بگیره یا نه؟ اعتماده اینه که بیایم نظرات واقعی مشتریامون رو به کاربر نشون بدین. ممکنه یه سری نظرات منفی هم داشته باشیم و نظرات مثبت. اینکه بعضی وقتا الان به عنوان مثال دیجیکالا رو ما میبینیم نظرات منفی هم داخلش هست، همین باعث حس اعتماد میشه، حس اعتماد این که این سایت فقط نیومده در مورد اون نظرات مثبت بذاره، بلکه اگه مشکلی باشه توی محصول، اگه ایرادی باشه اونها رو هم گذاشته و یه خیلی حس اعتماد خوبی میده به کاربر. شرکت کاسکو هم اومده تو سایت خودش تو قسمت تماس با ما گزینه‌های مختلفی رو گذاشته برای پشتیبانی مشتریاش تا مشتریا بهش اعتماد کنن، یعنی خودش رو به عنوان یک کسب و کار قانونی نشون میده که قابل اعتماد هست و همه مردم میتونن با راحتی با این شرکت ارتباط داشته باشن. حالا چطوری ما میتونیم EEAT رو روی سایت خودمون اجرایش کنیم و کمک کنیم تا سایتمون خوب رشد کنه؟
تحقیقات کاملی در مورد موضوع انجام بشه، اطلاعات دقیق و بروز از منابع معتبر استفاده بشه. میتونید تو محتواهاتون از مثال و اینها هم استفاده کنین. اگه محتواتون رو از یه جای معتبری برداشتین میتونین بهش لینک بدین که نشون بدین محتواتون اعتبار داره. نکته مهم هم اینه که اینجا اعتبار نویسنده رو نشون بدین که خیلی مهمه. نظرات واقعی مشتریا توی اون محتوا استفاده بشه. خیلی واضح و روان صحبت کنین با مشتریان، جملاتو پیچیده‌اش نکنین، از اصطلاحات تخصصی استفاده نکنین. هر چقدر ساده تر باشه محتوا، قابل درک‌تر باشه، ارزشش هم بیشتره. یه مورد دیگه هم این که جوری صفحتون رو آماده کنید که از نظر بصری هم برای کاربر جذاب باشه. کاربر فقط محتوا نبینه، از المان‌های خوبی استفاده کنین، از تصاویرها، از اینفوگراف‌ها، از ویدیو اگه نیازه. به این صورت کمک کنید در واقع به صفحتون، به سایتتون. قسمت بعدی همین موضوع بررسی میشه. آیا EEAT برای بعضی از سازمان‌ها مهمتر از بقیه سازمان‌ها هست یا نه؟ جوابی که هستش در مورد این سوال اینه که همه کسب و کارها بهتر این اصل رو رعایت کنن. اما برای سایت هایی که تو حوزه سرمایه گذاری مالی هستن یا اطلاعات پزشکی و سلامتی که دقت و امنیت خیلی خیلی مهم هستش، این اصل EEAT خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه. آیا محتوایی که با هوش مصنوعی نوشته میشه اصول EEAT رو داره؟ هوش مصنوعی خب تجربه زندگی واقعی که نداره. از نظر تخصص هم باید بگیم که خب ابزارهای هوش مصنوعی که مدرک و تجربه کاری و اعتبار حرفه‌ای ندارن. پس در مورد قابل اعتماد بودن هم باید بگیم که خب هوش مصنوعی بعضی وقتا اطلاعات نادرستی احتمال داره به شما بده. پس باید خیلی دقت کنید روی اون محتوایی که از هوش مصنوعی میگیریم. گوگل در مورد محتواهایی که هوش مصنوعی تولید میکنه چی میگه؟ گوگل میگه محتوایی که توسط هوش مصنوعی تولید میشه ممنوع نیست. هوش مصنوعی یه ابزار مفیدیه برای تولید محتوا، اما نباید جایگزین تخصص انسانی بشه. یه نکته دیگه هم که اینجا نوشته شده اینه که کیفیت محتوا حرف اول رو میزنه. ممکنه تو نوشتن اون محتوا از هوش مصنوعی کمک گرفته شده باشه، اما اون قدری کیفیت بالا داشته باشه که گوگل بهش اهمیت بده و بالا ببره و برای کاربرا هم جذاب باشه. خب دوستان عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. سابسکرایب کردن فراموش نشه. خیلی دوست دارم توی کامنت ها از تجربتون در مورد آپدیت جدید گوگل بنویسین. اگه نظری در مورد این موضوع هم دارین خیلی ممنون میشم که این نظرات ارزشمندتون رو با همون به اشتراک بذارین.